خب سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ مبحث بیزی. خدمتتون عرض کنم که اه، بیزی قبلا توی نظام قدیم بچه ها معادلش هم بچه ها میخوندن، اما الان خیلی آسونتر شده و دیگه بحث معادله بیزی در میون نیست. اما خب یه کوچولو یه سر مباحث هندسه پایه‌ای هم بهش اضافه کردن. بنابراین میشه گفت بحث بسیار بسیار آسونیه و هیچ نگرانی بابت در واقع این بحث وجود نداره و سوالاشو به راحتی میشه پاسخ داد. خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه من بیزی رو شروع کنم یه مقدمه بهتون بگم. ببینید، شما وقتی که دایره رو خوندید، دایره بچه ها به این ترتیب بوده: ما یه مرکزی داشتیم مثل او و هر نقطه‌ای مثل M که روی دایره بود، شما با این فاصله که در واقع شعاع دایره میشه میسنجیدش. بیزی چیه بچه ها؟ بیزی خدمتتون عرض کنم که انگار ما اومدیم یه مشت زدیم روی این دایره. این دایره هی کم پخت شده، این شکلی شده. این مرکزش دو تیکه میشه این و این. خب یعنی دو تا نقطه ایجاد میشه. مثلا خدمتتون عرض کنم که قدیمی ها مثلا پیاز و پوست میکندی دوست نداشتن، حتما باید مشت میزدن روش، له میشد، مثلا بد میخوردن. این هم داستانش همینه، رو دایره که مشت میزنیم این پخت میشه بیزی. مرکزه میتر که تبدیل به دو تا نقطه میشه. پس من هر چیزی رو که بخوام توی بیزی در واقع تعریف کنم، باید با جمع این دو تا فاصله در موردش صحبت کنم. یعنی شعاع اینجا تبدیل میشه به این و در واقع این. درست شد؟ بریم ببینیم تعریفش چیه و خدمتتون عرض کنم که چه کار میتونیم باهاش انجام بدیم. خوب دقت کنید. میگه مکان هندسی نقاطی از صفحه است که مجموع فاصلهشان از دو نقطه ثابت F و F' مقدار ثابت دعاست. خب ببینید، بعدن میفهمیم این دعا چیه. خب الان فقط شما باید در واقع در موردش اینو بدونید که دعا یه مقدار ثابتیه، بعدن توی بیزی تعریفی پیدا میکنه که این دعامون بچه ها از فاصله اف فریم چیه؟ بزرگتره. پس تعریف بیزی اینه ها، MF به علاوه MF فریم باید بشه چی؟ دعا. تعریف دایره چی بود؟ مکان هندسی نقاطی مثل M بود که فاصله شون تا O برابر چی بود؟ R بود. اینجا MF به علاوه MF فریم برابر چیه بچه ها؟ دعاست. خب ببینید، ته این تعریف یه تأکیدی وجود داره که میگه این دعا حتما باید از فاصله اف فریم بزرگتر بشه تا بیزی باشه. اگر کمتر باشه در واقع نقطه M داخل بیزی میفته و اگر بیشتر از دعا باشه نقطه M بیرون بیزی میفته. مثلا اگر ما یه نقطه داخل بیزی داشته باشیم، قطعا جمع این دوتا فاصله از این دوتا قرمزه کمتره، پس داخلشه، کمتر از دعاست. اگر این بیرون داشته باشیم، قطعا مجموع فواصل اینا از دعا بیشتره، پس بیرون چیه بچه ها؟ بیزی هستش. سوال رو نگاه کنید، میگه کدام تعریف برای بیزی مناسب و کامل است؟ مکان هندسی نقاطی از صفحه که مجموع فاصله آنها از دو نقطه ثابت واقع در همان صفحه مقداری ثابت باشد. این میتونه بیزی باشه. مکان هندسی نقاطی که مجموع مربعاتش اصلا ربطی به مربعات نداره، پس این غلطه. مکان هندسی نقاطی از صفحه که مجموع فاصله آنها از دو نقطه ثابت برابر مقداری ثابت باشد.
و این مقدار ثابت باید بیشتر از فاصله دو نقطه باشد. پس گزینه 3 تعریف کامل تریه. این در ارزش سوالی نداره. من میخوام این گزینه 1 و 3 رو شما مقایسه کنید که حواسمون باشه اون دواه حتما باید از فاصله اون اف فریمه چی باشه بچه‌ها؟ بیشتر باشه. بریم حالا داریم شرط میذاریم روی اون فاصله دو نقطه. میگه اگر اف فریم مساوی با 2a بود، مکان هندسی میشه پاره خط اف فریم، و اگر اف فریمتون گنده تر از 2a بود، هیچ نقطه‌ای در صفحه معلوم نمیشه. اصطلاحا میگن چیه؟ تهی. برای اینکه این دوتا مطلب رو جا بندازم براتون یه لحظه گوش کنید. بچه ها ببینید، فرض کنید ما به شکل خیلی غیر علمی، غیر ریاضی میخوایم یه دونه دایره رسم کنیم. دایرمون هم بچه ها میخوایم مثلا به کمک یه نخ رسم کنیم. قبول دارید توی مرکز دایره باید یه دونه میخ بذارید، یه سر نخ رو به دور این میخه ببندید، یه سرش هم یه مداد بذارید. درست شد؟ اگر اینو دور تا دور این من بچرخونم، قبول دارید بچه ها یه دایره دارید. حالا ببین بیزی داستانش چیه؟ میای دو تا میخ میذاری، خب توی همون اف و اف فریمه یه سر نخو به این میبندی، یه سر نخو به این، یه مداد میذاری لای این به طوری که این نخه کشیده بشه. حالا اگر اینو دور تا دور این بچرخونی یه بیزی میشه. الان میتونید حس کنید اگر این فاصله اف و اف فریم برابر طول نختون باشه، قبول دارید وقتی این میخا رو توی اف و اف فریم میذارید این نخه همینجا کشیده میشه، این مداد رو هر جوری من تغییر بدم این پاره خطه ایجاد میشه. و اگر فاصله اف و اف فریمتون از طول نختون بیشتر باشه، اصلا نختون نمیرسه به این دوتا وصل شه، بنابراین هیچ شکلی نمیتونید شما بکشید. گرفتید چی شد؟ جا افتاد براتون؟ پس خدمتتون هست که این اتفاقا باید برقرار باشه. میگه پاره خط آب به طول 10 مفروض است. نقطه متغیر m در صفحه چنان است که این رابطه برقراره. مکان هندسی m کدومه؟ بچه این رابطه رو من طرفین وسطین کنم ببینیم چی میشه. میشه ma به علاوه 5 تا mb، درست شد، مساوی میشه با 4 تا mb، آره، به علاوه چی؟ 12. قبوله؟ اینو بیارم اینور میشه ma به علاوه mb مساوی با چند بچه ها؟ 12. شما نقاط آ و ب فاصلش چنده بچه ها؟ 10. شما میخوای نقطه ای مثل M داشته باشی که جمع فاصلش از این دوتا نقطه بشه 12. چه شکلی ایجاد میشه بچه ها؟ اگر MA به علاوه MB نگاه کن، این قرار بیزی بشه. در حالتی که اندازه هاش اوکی نباشه ممکنه پاره خط شه، ممکنه تهی شه. الان شرایط بیزی شدن رو داره یا نداره؟ یعنی نخ شما اونقدری گنده هست که از فاصله دو نقطه؟ بله. شما وقتی طول نخ 12 باشه، یعنی یه همچین حالتی مداد تو اینجا بذاری، یه همچین حالتی برای نخت ایجاد میشه. حالا دور تا دور این بچرخونی یه بیزی میشه. اما اگر جواب اینو به من بدید، اگر من طرف این وسط این میکردم MA به علاوه MB میشد 10، اون وقت جوابش چی میشد بچه ها؟ پاره خطه میشد. درست شد؟ پس این چیه الان؟ بیزیه. اگر طرف این وسط این میکردم MA به علاوه MB مثلا میشد 8 میشد. امکان نداره. فاصله دوتا نقطه 10. تو چجوری نقطه ای پیدا کردی که فاصله از این دوتا 8؟ پس اصلا چنین چیزی وجود نداره. گرفتید چی شد؟ پس داستان ما اینجا میشه چی بچه ها؟ بیسی. درسته؟ این از بریم. میگه مکان هندسی نقاطی که
میگه مکان هندسی نقاطی که مجموع فواصلشون از ام و ان برابر 7 باشه کدومه؟ من اول برم این ام و ان ببینم فاصله این ام و ان از هم چقدره، یعنی برم طول ام ان رو حساب کنم. میشه رادیکال تفاضل ایکس ها به توان 2 صفر، تفاضل ایگرگ ها به توان 2 49، میشه چند بچه ها؟ 7. یا میتونستید بگی آقای حمید این دوتا نقطه طولاشون یکسانه، پس فاصلهشون میشه تفاوت ارزاشون، میشه 7. حالا ببین تو دنبال نقاطی میگردی که مجموع فاصلهشون از این 7 باشه، چی تشکیل میشه؟ همه جواب قطعا میشه پاره خط. درست شد؟ قطعا میشه پاره. شما به من جواب بدید اگر MN میشد 6 اون وقت چی میشد؟ MN میشد 6. درست جواب بده. MN میشد 6. MN 6 طول نخت بزرگتره، میشد بیزی. اگر MNت میشد 8 چی میشد؟ تهی. زور نخه بهش نمیرسید. گرفتین چی شد؟ زور نخه بهش نمیرسید. حل بچه ها؟ اوکیت؟ خب حالا مرسی. جواب سوال که شد پاره خط. ببینید نگاه کنید، شما اینجوری یاد بگیرید این دوتا نقطه الان فاصله شون شد 7. شما یه نخی داری که طول اونم 7، پس قبول داری دقیقا همین پاره خطه تشکیل میشه. اگر طولش در واقع نخ شما 7 بود اما فاصله MN 6 بود، طول نخ شما 7 بود، این اتفاق براتون اتفاق میافتاد. بعد یه بیضی داشتی. درست شد؟ اگر طول MN 8 بود و شما نخ طولش 7 باشه، هیچ وقت نمیتونی این نخه رو به دو سر این وصل کنی، پس تویی میشد. درست شد؟ این است. بریم سراغ نقاط مهم در بیضی. همه چی اینجا نوشته است. خب من فقط میرم اونور دونه دونه براتون انجام میدم که قشنگ یاد بگیریمش، بعد برگردیم اینجا همه رو نوشته داریم. بچه ها نگاه کنید، ما وقتی که من ببینم اینو میتونم تبدیل به بیضی کنم چجوریه؟ ستینگ هیچی هم بلد نیستیم بدبختی. ولش کن. بچه ها نگاه کنید، این الان یه دونه بیضی که من دارم اینجا میکشم. این یه بیضی. درست شد؟ همونطور که تو تعریفش دیدیم بیضی به جای اون مرکزه دو تا نقطه داشت دیگه، F و F'. درست شد؟ خوب دقت کنید بچه ها، بیضی 7 تا نقطه مهم داره. گوش کنید، بیضی 7 تا نقطه مهم داره. دو تاش که همین نقطه‌ان که اول کار ما باش روبرو شدیم. اون دو تا نقطه F و F' بهش میگن کانونهای چی بچه ها؟ بیضی. بهش میگن کانونهای بیضی. پس هر بیضی دو تا کانون داره، F و F. چی بودن؟ همون دو تا نقطه‌ای بودن که ما بیضی رو باهاش چیکار کردیم بچه ها؟ تعریف کردیم. درست شد؟ خطی که خوب دقت کن، خطی که از کانونهای بیضی میگذره بیضی رو در دو نقطه آ و آ' قطع میکنه. به این آ و آ' میگن دو سر قطر بزرگ. ببینید اگر معلمتون یا تو کتابی دیدید گفته یا سوالی دیدید گفته رأس‌های کانونی،
این مال نظام قدیم بود. نظام قدیم به اینا میگفتن رأس‌های کانونی، یعنی با کانون توی یه راستان. الان تو کتاب نظام جدید فقط میتونیم بگیم اینا دو سر قطر بزرگن. درست شد. وسط اف فریم و وسط آ پریم او میشه. به او میگن مرکز بیضی. ببین الان این تو تعریفم یه چیزایی بهتون گفتم. او وسط اف فریمه، پس میشه اف به علاوه فریم دوم. او وسط آ پریمه، پس میشه آ به علاوه آ پریم دوم. درست شد. و خطی که در مرکز بیضی بر این عموده، درست شد، بر این عموده بیضی رو در دو نقطه قطع میکنه. خب بهش میگن دو سر قطر کوچیک با ب و ب پریم نشون میدن. ب و ب پریم چیه؟ دو سر قطر کوچیک. درست شد. این 7 نقطه مهممون. اینا هم قطر بزرگ و کوچیک بر هم عمودن. بیضی بی شمار قطر داره، اونایی که از مرکز میگذرن، و کوچکترینشون این آبی است، بزرگترینشون این صورتی است. درست شد. پس این 7 نقطه مهم بیضیمون. یه بار با هم دیگه بریم. بیضی رو که داشتیم میکشیدیم همه جواب بدن. دو تا نقطه داشت اف و اف فریم، به اونا چی میگن؟ کانون ها. درست شد. کانون. خطی که از کانونا میگذره بیضی رو در دو نقطه قطع میکنه، به اونا چی میگن؟ دو سر قطر بزرگ. این خط خودش قطر بزرگه. وسط قطر بزرگ یا وسط قطر بزرگ یا وسط اف فریم چی میشه بچه ها؟ میشه مرکز بیضی. ها، خطی که تو مرکز بیضی بر قطر بزرگ عموده میشه قطر کوچیک. بیضی رو در ب و ب پریم قطع میکنه، بهش میگن چی؟ دو سر قطر کوچیک. تو نظام قدیم بهش میگفتن رأس‌های غیر کانونی. اینا همه نظام قدیمه. گرفتین شو؟ میگفتن، الان دیگه نیست. قطر بزرگ، قطر کوچیک. بعضیا تو نظام قدیم به اینا میگفتن رؤوس کانونی، به اینا میگفتن رؤوس غیر کانونی. دیگه اینا مطرح نیست. هر جا دیدید نظام قدیمه. درست شد. پس این 7 نقطه مهم ماست. درست شد. 7 نقطه مهم ماست. کانونهای بیضی. میگه در تعریف بیضی دو نقطه F و F فریم که با توجه به آنها بیضی رو به دست آوردیم کانونهای بیضی هستند. به وسط F فریم میگیم چی؟ مرکز بیضی. قطر بزرگ بیضی چیه؟ خطی که از کانونها میگذره بیضی رو در آ و آ پریم قطع میکنه. به آ پریم میگیم قطر بزرگ و اینم خب بس به تبع آ پریم دو سر قطر بزرگه. او میشه وسط آ پریم، آ به علاوه آ پریم دوم. و قطر کوچیک هم بچه‌ها خطیه که در مرکز بر قطر بزرگ عموده، بیضی رو در ب و ب پریم هم قطع میکنه. به پاره خط ب پریم میگن قطر کوچیک که ب و ب پریم پس میشه دو سر قطر کوچیک و او وسط ب پریم هم چی بچه‌ها هست. گرفتون شد. این از این. خب سوال رو دقت کنید. میگه فرض کنید F و F ریم کانونهای یک بیضی و M نقطه‌ای روی بیضی باشد. ما یه بیضی داریم F و F ریم کانونهای بیضی هست. M هم بچه‌ها یه نقطه‌ای روی بیضی. میگه با تغییر مکان M روی بیضی محیط و مساحت مثلث FF FMF ریم این مثلثه. میگه محیط و مساحتش در صورتی که مثلث تشکیل بشه چجوری تغییر میکنه. نگاه کنید بچه ها. مثلا اگر M اینجا باشه،
موافقید با من، خوب گوش کنید، موافقید با من اف پریم که ثابته، چون دو نقطه ثابتن دیگه، پس این فاصله همیشه چیه؟ ثابته. ام اف به علاوه ام اف پریم هم که همیشه میشد دعا، اینم گفته بودیم ثابته، یه مقدار ثابتیه. پس قبول دارید از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم محیط حتما چیه بچه ها؟ ثابته. محیطمون همیشه چیه بچه ها؟ ثابته. حالا اینجا رو نگاه کن، اف فریم ثابته، اما قبول دارید بچه ها ارتفاعتون متغیره. ببین اینجا این ارتفاع رو دارید، اینجا مثلا ارتفاع کمتر میشه، نقطه بیاد اینجا ارتفاعش حتی کمتر هم چی میشه. پس مساحت چیه بچه ها؟ متغیره. درست شد؟ پس گزینه دو میشه. کجا ارتفاع ثابته؟ الان خودت میبینی این مثلثه ای داره ارتفاعش کمتر میشه. حله؟ مساحت متغیر اما محیطمون چی؟ ثابت. اوکی این بچه ها؟ خب سوال بعدی میگه اگر قطر بزرگ یک بیضی بر خط 2x منهای y مساوی با 3 منطبق باشه، قطر کوچیکش بر کدوم خط منطبقه؟ محیط که گفتم ثابته، کجا گفتم ثابت نیست؟ محیط که ثابته دیگه. نه محیط ثابت، مساحت متغیر. بریم. من یه سوال بپرسم در مورد قطر بزرگ و قطر کوچیک. چی ثابت؟ اولا با سه نقطه هست، اینو درست بنویس. چی ثابت؟ چرا ثابته؟ اینا توضیح دادم دیگه عزیزم. میگم اف فریم که جاشون فیکسه، پس این همیشه این زل ثابته، این زل که ثابته. طبق تعریف بیضی هم که این و این با این و این با این و این همیشه برابر دعا میشه. مکان هندسی نقاطیه که این طولمون نخه است دیگه، مدادو داری میچرخونی، پس دوتا زل ثابت، اون هم که ثابت، پس جمعشون حتما ثابته دیگه، میشه محیط ثابت. درست شد؟ بچه ها ما در مورد قطر بزرگ و قطر کوچیک میدونیم. قطر بزرگ و قطر کوچیک فقط اینو میدونیم، اینا بر هم چی هم بچه ها؟ عمودن. درست شد؟ خب باید خطی رو پیدا کنید که بر این عمود باشه. شیب این چیه بچه ها؟ 2. درست شد؟ شیب قطر بزرگ چیه بچه ها؟ 2. پس شیب قطر کوچیک باید چی باشه؟ شیب قطر کوچک باید قرینه و عکس اون باشه، میشه منهای 1/2. تو گزینه ها کدوم منهای 1/2؟ گزینه 4. درست شد؟ این است. بریم. میگه نقاط آ و آ پریم دو سر قطر بزرگ بیضی هستند. دو تا نقطه رو حدودی نشون بدم. منهای 6 و 4 این آ پریمه، اون یکیه چی؟ 0 و 4 این آه. میگه اگر نقاط تلاقی قطر کوچک و بیضی نقاط به منهای 3 و 6 و چی بچه ها؟ به پریم باشن، مجموع مؤلف های به پریم. نگاه کنید الان این آ پریمه مختصاتش چی بود بچه ها؟ منهای 6 و 4. این آه مختصاتش چی بود؟ 0 و 4. وسط اینا میشه مرکز. میشه به من بگید مرکزمون چی میشه؟ وسط این پاره خط میشه منهای 3 و 4. درست شد؟ حالا دو سر قطر کوچیکش رو نگاه کن. یکیش چیه بچه ها؟ منهای 3 و 6، یعنی 2 واحد باید بیای بالا. منهای 3 و 6.
پس قبول داری اون یکی باید 2 واحد بیان پایین. میشه بگید به پریمه چی میشه؟ میشه منهای 3 و 2. درست شد؟ منهای 3 و چی بچه ها؟ 2. این قطر بزرگ، این هم قطر کوچیک. به من بگید ببینم اینجا چند واحده بچه ها؟ 3 واحد. اینجا چنده؟ 3 واحد. اینجا چنده؟ 2 واحد. اینجا هم باید چی باشه؟ 2 واحد. حله؟ میگه در صورت تشکیل. اصلا از اون بیا بیرون دیگه. تو 2-3 بار الان اون سوال پرسی. اصلا طول نخ چیه؟ تعریف بیزین MF به علاوه MF بریم، یعنی اگر بیزی داری یعنی اون نخه حتما بزرگتر بوده. بچه ها اوکیید الان؟ از شما چی خواسته حالا؟ مجموع مؤلفه های اینو خواسته. میشه چند بچه ها؟ منفی 1 منهای 3 به علاوه 2 میشه چی؟ منفی 1. اسمش شده بی اف به علاوه بی اف فریم مگه برابر 2 نمیشه؟ حالا موافقید با من بچه ها این بی افه با بی اف فریمه برابرن. چرا؟ عمود منصفشه دیگه. مگه اینجا سی نبود اینجا هم سی، اینم مگه عمود نبود؟ پس این ب پریم عمود منصف اف فریمه. هر نقطه ای که رو عمود منصف باشه از 2 سر پاره خط چیه؟ برابره. پس قبول دارید این آ میشه، این هم آ میشه. 2 رو بخوام به 2 قسمت مساوی تقسیم کنم میشه آ و آ. حالا اینجا رو ببینین. مگه نگفته بودید به من آقای حمید اینجا هم بیه؟ یه فیثاغورس بزنیم چی میشه؟ A2 مساوی با B2 به علاوه 3. پس این رابطه بین این اندازه هایی که ما گفتیم برقراره. همیشه A2 مساوی با B2 به علاوه چیه؟ C2. تمام این حرفا رو اینجا نوشتم. درست شد؟ تمام این حرفا رو اینجا نوشتم. یه بار دیگه با هم دیگه از اول بریم به سوالای من جواب بدید همه. 2 تا نقطه ای که بیزی رو با هم کشیدیم اسمش
دو تا نقطه اسمش چیه؟ کانون. فاصله شون چقدره؟ آقا چی جواب میدین؟ چی میگین؟ من نمیدونم. این به تخته نگاه کنید، به سوالای من جواب بدید. به این یه لحظه گوش کنید لطفاً. اف و اف پریم که باشون بیزی کشیدیم میخوروشون چسبوندیم، اسمشون چی بود؟ کانونها. فاصله شون برابر چیه؟ دو سی. فاصله شون برابر چیه؟ دو سی. درست شد. خطی که از کانونها رد میشد چی بود اسمش؟ قطر بزرگ. قطر بزرگ. طولش چقدره؟ طولش چقدره؟ دعا. دعا رو کجا دیده بودیم؟ تو تعریف بیزی ام اف علاوه ام اف پریم مساوی با چی؟ دعا. درست شد. خطی که تو مرکز بیزی بر قطر بزرگ عمود بود چیه؟ قطر کوچیک. اندازش چقدره؟ دو بی. چه رابطه‌ای بین آ و ب و س برقراره؟ آ دو مساوی میشه با ب دو به علاوه س دو. درست شد. آ دو مساوی با ب دو به علاوه س دو. اینی که می نویسم رو دقت کنید. آ حتما از بی گنده تره. دو آ قطر بزرگه، دو بی قطر کوچیکه، پس دو آ از دو بی بزرگتره، پس آ بزرگتر از بی. آ هم که از سی بزرگتره، داریم میبینیمش. آ سی. اما در مورد بی و سی چیزی نمیدونیم. اما در مورد بی و سی ممکنه با هم برابر باشن، ممکنه بی بزرگتر باشه، ممکنه سی بزرگتر باشه ها. پس این هم همیشه برقراره. این رابطه هم میخوای یادت بمونه، همیشه بین آ و ب و س اونی که گنده تره تنهاست. آ دو میشه بی دو به علاوه چی؟ سی دو. درست شد. بریم. میگه در بیضی زیر طول قطر کوچک 16. میگی دو بی 16 آید و فاصله کانونی سی. میگی دو سی چنده های همین سی. میگه محیط این مثلثه. محیط این مثلث. بچه ها موافقید با من؟ یه لحظه گوش کنین. اینجا رو نگاه کنین. MF به علاوه MF پریم مگه نیست دعا؟ درست شد. این یکی رو نگاه کن لطفا. NF به علاوه NF پریم چی میشه بچه ها؟ NF به علاوه NF پریم میشه چند؟ دعا. پس قبول دارید محیط این مثلثه برابر چنده بچه ها؟ 4 است. موافقید؟ خب بیمون چنده؟ 8. سیمون چنده؟ بگو 15. آ2 بود چی؟ ب2 به علاوه س2. پس آ2 میشه 64 به علاوه 225 میشه 289. پس آمون چنده بچه ها؟ 17. پس اینجا محیطمون چند میشه؟ پس محیطمون چند میشه بچه ها؟ 4 تا 17 تا میشه 68. حله؟ اگر سوالی هست بفرمایید. هر جا مبهمه بپرس. سوالی نیست؟ همینقدر راحت. سوال بعدی رو ببینید. میگه نقاط 4 و 0 منهای 4 و 0. این دوتا رو نگاه کنید. 4 و 0 منهای 4 و 0. 4 و 0 منهای 4 و 0.
و 0 و 2. اینجا 0 2 0 و 2 0 و -2. اینم 0 و -2. دستگاه مختصات نکشید دیگه، نسبت به هم بکشید. نقاط انتهایی قطرهای بیضی هستند. پس یه بیضی داری، این قطراشه. درست شد. این هست. میگه مختصات یکی از کانونها کدومه؟ بچه ها میشه به من بگید قطر بزرگتون اینه دیگه، فاصلش بیشتره. نمادها رو یاد بگیریم یعنی چی؟ شما با مفهوم برو اگه میشه دیگه. نمیشه حتما دیگه. خوبوش کنید. 2A چند میشه؟ 8. 2B چند میشه؟ 4. درست شد. پس از اینجا نتیجه میگیری آمون 4، از اینجا هم نتیجه میگیریم بیمون چنده؟ 2. حالا ما میدونیم بچه‌ها A2 هستش B2 به علاوه C2. در نتیجه 16 میشه 4 به علاوه C2. پس C2 میشه 12. پس سیمون میشه رادیکال 12 که 2 رادیکال 3 هستش. حالا ببین از شما مختصات کانون رو میخواد. قبول دارید بچه ها 30 تا باید بیام اینور، 30 تا باید بیام اینور. مرکزتون چیه؟ 0 و 0 وسط ایناست دیگه. 30 تا بیام سمت راست، این چی میشه بچه ها؟ میشه 0 به علاوه 2 رادیکال 3 و 0. بیام اینجا چی میشه؟ میشه 0 منهای 2 رادیکال 3 و 0. پس یا 2 رادیکال 3 و 0 باید تو گزینه ها باشه، یا منهای 2 رادیکال 3 و 0 که گزینه 1 میشه. نه لزوما، چون ممکنه بیزید قائم باشه. ممکنه بیزید قائم باشه. چون الان این فاصله از این فاصله بیشتره، پس این قطر بزرگه. حله؟ بریم سوال بعدی. میگه کانونهای یک بیزی 2 0 و 2 8. الان به این دوتا نقطه توجه کنید. 2 0 اگر اینجا باشه، 2 0 2 8 اینجاست. این F، این F بریم. خودش گفته کانونهای بیضی هست. الان همینجا قبول داری میتونی نتیجه بگیری 2 سیت برابر چنده؟ 8. پس سیت برابر چنده؟ 4. میگه اگر قطر کوچک بیضی 4 رادیکال 5 باشه، یعنی داره به شما میگه 2 بیتون هست 4 رادیکال 5. پس بیمون چند میشه بچه؟ 2 رادیکال 5. میگه مختصات یکی از رأس‌های چی؟ بیضی کدومه؟ خب بچه ها ببینید، الان قبول دارید مرکز بیضی رو میتونید برام پیدا کنید. میشه F به علاوه F پریم تقسیم بر 2. قبول دارید میشه 2 و 4. درست شد. B رو دارید، C هم دارید، میدونید A2 هستش B2 به علاوه C2. پس A2 مساوی با B2 چند میشه بچه؟ 20. C2 هم میشه 16، میشه 36. پس آتون برابر چنده؟ 6. رأساتون بچه از اینجا 6 تا برو بالا، 6 تا بیا پایین. درست شد. از اینجا من 6 تا برم بالا، قبول داری میشه 2 و 10. از اینجا من 6 تا بیام پایین میشه 2 منهای 2. از اینجا هم نگاه کنید لطفا، خوب گوش کنید. از اینجا منهای چی کن؟ 2 رادیکال 5 کن. از اینجا هم بچه به علاوه 2 رادیکال 5 کن. پس این نقطه چی میشه بچه؟ میشه 2 منهای 2 رادیکال 5 و 4. اون چی میشه بچه؟ میشه 2 به علاوه 2 رادیکال 5 و 4. یکی از این 4 تا باید توی گزینه ها باشه. گزینه من همش رو انجام دادم.
درست شد. اینجا الان مثلا بیزید قائم شده، یه جا ممکنه اصلا بیزی مایل باشه، مهم نیست برام. سوالی اگر هست من جواب بدم. یه دور جزوتون رو یه ورق بزنید، خیلی آسونه، الکی برای خودتون سختش نکنید، نه مفهومی داره نه هیچی، خودتون رو گول نزنید، همینایی که دیدیده. جلسه تست هندسه پایه رو باید زمانی بذارم به کارتون هم بیاد دیگه. شما الان وقت میکنی بذار اینو من تموم کنم، رفتم فصل 3 جلسه تستم میذارم. الان فکر میکنی مثلا با جلسه تست پیشرفت آنچنانی میکنی؟ اینا همه کارهای نمایشیه، میدونی؟ زمانی که شما یاد بگیری بعد جلسه تست میذاریم، تموم میشه میره. جلسه تست هم بذاریم شرکت نمیکنید، ما میخوایم آفلاین ببینیم، آفلاین هم که دیگه نمیبینید. ب تا رفتم سمت راست، ب تا سمت چپ. ب بود 2 رادیکال 5 دیگه. بیزی مگه این شکلی نیست؟ الان بیزیتون این شکلی شده. خب این بیزیه، این دوتا نقطه رو بهت داده، از اینم که مرکزش پیدا میشه، اینم که اف فریمه، اینم که افه، این 4 تا نقطه یکیشو تو گزینه ها داده. خب از این آ تا برم بالا، آ تا بیام پایین، از این ب تا برم به راست، ب تا بیام به چپ، اینا پیدا میشن. بریم سوال بعدی رو نگاه کنیم. میگه اگر در یک بیضی قطرها 26 و 10، یعنی 2A 26، A میشه 13، یعنی 2B 10، B میشه چند؟ 5. درست شد؟ قبوله. A2 مساوی میشه B2 به علاوه 32، 169 مساوی میشه B2 چنده؟ 25 به علاوه 32، پس 32 میشه 144، پس C میشه چند؟ 12. درست شد. مرکزت کجاست؟ منهای 1 و 2. ببین 4 تاشو میتونی به دست بیاری در حالتی که بیزیت افقی یا قائم باشه، میشه مختصر. اینم گفته کدام میتواند. چی رو میخواد از شما بچه ها؟ از شما چی رو میخواد؟ کانون رو میخواد. اگر بیزیت قائم باشه کانونا این بالا و پایینن. اگر بیزیت افقی باشه کانونها راست و چپن. این F، این افریم، این F، این افریم. درست شد. پس این زمانیه که بیزی قائمه، این زمانیه که بیزی چیه بچه ها؟ افقی. تا اینجا اگر کسی سوال داره بپرسه. تصور کن این شکل بیزی رو. درست شد. خب بچه ها سی رو چند در آوردیم؟ 12. از این نقطه 12 تا بیا بالا میشه منهای 1 و 14. از این نقطه 12 تا بیا پایین میشه منهای 1 و منهای 10. از این نقطه 12 تا برو به راست میشه 11 و 2. به ایکسش باید اضافه کنم. از اینجا 12 تا بیا این ور میشه منهای 13 و 2. یکی از اینا تو گزینه هاست. کدوم تو گزینه هاست بچه ها؟ گزینه 4. آره بی شمار دیگه هم میشه بیزی مایل باشه ها، اونا دیگه خیلی سخته. بریم اینو شما حل کنید. یه ذره شما خودتون فکر کنید روش.
گزینه 2 چند نفر جواب دادن، گزینه 3 هم چند نفر به دست جواب دادن. نگاه کنید بچه ها، میگه OB 8، OB میگه 8. پس من نتیجه میگیرم بیمون تو این بیزی 8. میگه بچه ها AF 4، پس نتیجه میگیرم آی منهای C برابر 4. ببین از اینجا تا اینجا A بود، از اینجا تا اینجا C بود، پس این تیکه میشه آی منهای C. درست شد. حله. خب ما باید بتونیم الان آ رو پیدا کنیم، سی هم پیدا کنیم دیگه. درست شد. ببینیم با این اطلاعات میشه، ما میدونیم A2 هستش B2 به علاوه C2، یعنی A2 منهای C2 میشه B2، یعنی آی منهای C در آی به علاوه C مساوی میشه با B2. آی منهای C 4، آی به علاوه C رو نداریم، B2 هم میشه 64. پس نتیجه میگیریم که آی به علاوه C 16. حالا داستان جدید رو اجرا میکنیم. آی به علاوه C 16، آی منهای C 4 با هم جمع کنم آ میشه 10. درست شد. C میشه چی بعدش؟ 6. هم آ رو داری، هم بی رو داری، هم سی رو داری. درست شد. حالا به شکل من توجه کن، ادامه سوال رو با هم بخونیم. ببین چی میگه. میگه فاصله n روی بیزی از کانون F برابر 16. این فاصله 16 از شما خواسته فاصلش تا این چنده. مگه NF به علاوه NF فریم برابر 2A نمیشه؟ NF که 16، اینو که میخوای. 2A چنده؟ 20. پس NF فریمت برابر چنده؟ 4. گزینه دو میشه. حل بچه ها. کافیه فقط همون حرفای 4 تا اندازه و فلان و اینا رو بشناسی. یه رابطه ناگفتم که داره همیشه اینه، مینویسی و دیگه حلش میکنید دیگه. درست شد. اوکیید؟ آفرین آفرین. بریم اصلا سخت نیست، واسه خودتون گندش نکنید. بریم بعدی. میگه او مرکز بیزیه، 0 و 0 مرکز بیزیه. F 3 و 0، 3 تا بیای اینور میشه Fت. بچه ها از اینجا همین چه نتیجه میگیرید؟ من کلی نتیجه میگیرم، میفهمم F فریمم منهای 3 و 0. این وقتی 3 تا سمت راستشه، این یکی 3 تا سمت چپشه. دیگه چی میفهمی؟ سیتم برابر چنده بچه ها؟ 3. میگه امم یه نقطه از بیزیه. یه بیزی شما دارید، این بیزیه. درست شد. این امه روشه. درست. خب میگه طول قطر کوچک بیزی. مگه من و تو نمیدونیم ام اف به علاوه ام اف فریم میشه 2A. بریم فاصله ام اف رو حساب کنیم. این از این تفاضل ایکس ها به توان 2 تفاضل ایگرگ ها به توان 2 به علاوه ام اف فریم هم حساب کن، تفاضل ایکس ها به توان 2 صفر. این میشه 2A.
این الان هندسه پایه است دیگه، اگر خوندید. الان اینجا رو ببین، وقتی شعار رو میخوای در نقطه تماس بر خط مماس عموده دیگه. آره اینجا هم که عموده ها. اینو داری چند؟ سه. آره اینم داری، ببخشید آ رو داری 4، بی رو داری 3 و خدمتتون عرض کنم که این داستان شماست دیگه کلا. من الان جایی دارم اشتباه میکنم. آ4، این که 4 نیست، من اشتباه کردم. آ4 درست شد. اینجا تا اینجا 4، بی هم که برابر 3 هستش. از شما آر رو میخواد. درست شد. تو این مثلث قائم الزاویه نگاه کنید. توی این مثلث میشه به من بگید طول وترش چی میشه؟ یه فیثاغورس بزنید طول وترش میشه چند؟ 5. حالا شما میدونید دیگه 3 ضرب در 4 مساحت یک دوم هم داره، مثل یک دوم 5 ضرب در آر میمونه. یک دوم ها رو زدم، پس آر میشه بچه 12 پنجم، میشه 2 و 14. درست شد. 2 و 4. سوالی اگر دارید بفرمایید. شکل رو چیزی دو کدومه؟ اف فریم برابر چنده بچه ها؟ 8. پس من یه فیثاغورس بزنم ایکس هم به دست بیاد. 64 میشه x2 به علاوه 10 منهای x به توان 2. 64 میشه x2 به علاوه 100 به علاوه x2
منهای 20x مرتبش کنیم میشه 2x2 منهای 20x به علاوه 36 مساوی با 0. تقسیم بر یه 2 کنم x2 منهای 10x. آره x2 منهای 10x به علاوه چند 18 مساوی با چی 0. درست شد. پس قبول دارید بچه ها از اینجا شما به راحتی، من اشتباه محاسباتی اگر کردم به من بگید. تا اینجا درسته؟ 64 میشه x2 10 منهای x به توان 2 x2 100 منهای 20x x2 شد 2x2 به علاوه منهای 20x 64 هم بردم اونور از 100 کم کردم شد 36 مساوی با 0. تقسیم بر یه 2 کردم x2 منهای 10x به علاوه 18 مساوی با چی 0. پس x رو میتونیم به دست بیاریم میشه منهای ب به علاوه منهای رادیکال دلتا میشه 100 منهای 72 میشه 28 تقسیم بر چی 2 پس میشه 5 به علاوه منهای رادیکال 7. پس ببینید اگر اینو بگیری الان 5 منهای رادیکال 7 این میشه 5 به علاوه رادیکال 7. اینو بگیری 5 به علاوه رادیکال 7 این میشه 5 منهای رادیکال 7. پس طول ازلامون 5 منهای رادیکال 7 و 5 به علاوه رادیکال 7. میدونید چرا؟ چون رابطه فیثاغورس که نمیفهمه کدومو x گرفتی کدومو 10 منهای x. همیشه x هر کدوم در بیاد اون یکیه میشه اون یکی x. گرفتین چی شد؟ حالا از شما مساحت اینو میخواد. مساحت مگه نمیشه 1/2 حاصل ضرب 2 ضلع قائم 5 منهای رادیکال 7 در 5 به علاوه رادیکال 7. چی میشه بچه ها؟ 25 منهای 7 میشه 18 1/2 18 برابر چند میشه 9 میشه. به نظر من خیلی سوال قشنگی بود. اینو من بیارم اینجا. این جواب اینه. حل بچه ها. اگر سوالی هست بپرسید. بریم.
هستش B2 به علاوه C2. A2 25. B2 ندارم. C2 16. پس B2 9. پس B میشه 3. بیزی هم که جز این سه تا اندازه دیگه چیزی نداره دیگه. بریم ببینیم چی میخواد. میگه فاصله F از کانون دیگر کدام است؟ 2C میشه. 2C میشه ها. فاصله F از کانون دیگر این فاصله رو میخواد. برابر چیه؟ 2Cه. میشه چند بچه ها؟ 8. اون بی هم نیاز نداشت. بله بله. دورترین از یک کانون نزدیکترین به کانون دیگر. یه چیزی هم بهتون بگم، شما بیزی رو اگر در واقعیت نگاه کنید یادتون باشه F خیلی نزدیک به این گوشه هاستا. یعنی ما برای اینکه یکم اون آوسیه رو بهتر احساس کنید معمولا تو شکل‌ها یکم F و F رو میاریم نزدیکتر. چرا نزدیکترین به O چی نیست؟ نزدیکترین به خیلی ساده است. فقط بعد اون اول بیزیه رو خوب فهمیده باشید، اندازه ها و اینا رو خوب فهمیده باشید. رشته تجربی بیزی دارن، یه ذره از شما آسون تره. اون مباحث هندسی رو دیگه نداره. مثلا در این حد و یه دونه هم حالا یه بحث مشترک دیگه هم هست اونو دارن و دیگه اونا هم دارن همینه بدون معادله. خب بریم. بچه صدام هست؟ بله.
مرکزهای دو دایره، مرکز این میشه چی بچه ها؟ 1 و 2. مرکز اینم میشه منهای 1 و منهای 1. درست شد. پس 2C که همون اف فریمه میشه رادیکال تفاضل ایکس ها به توان 2 تفاضل ایگرگ ها به توان 2. میشه رادیکال 13 اگر اشتباه نکنم. شما هم به همین جواب رسیدین؟ رادیکال 13. خب این 2C ماست. حالا میایم دوتا معادله رو از هم کم میکنیم. ببینید شما یه دایره دارین، درست شد؟ این وتر مشترکه یکی از قطراست، اینم چیه؟ کانون هاست. پس عملا اگر دقت کنید این وتر مشترکه چیه؟ حتما 2B شماست، قطر کوچکش. میشه رادیکال 23 دوم. بچه ها 2B میشه 2 برابر این رادیکال 23. من B رو میخوام دیگه. B میشه رادیکال 23 دوم. C چی میشه بچه ها؟ رادیکال 13 دوم. حالا A2 هستش B2 به علاوه C2. پس A2 مساوی میشه با 23 چهارم به علاوه 13 چهارم، میشه 36 چهارم، میشه 9. پس آ میشه 3. پس طول قطر دیگر میشه 2A، میشه 6. چون اف و اف فریم میمه قطر بزرگ همیشه اف و اف فریم روشه. مرکزا وقتی اف و اف فریمه، مرکزا وقتی اف و اف فریمه، پس وتر مشترک قطعا از مرکزا نمیگذره، پس حتما قطر کوچیکش. اگر سوالی دارید بفرمایید. قطر بزرگ همیشه کانون هاتون رو قطر بزرگه، پس اینجا وتر مشترک نمیتونه قطر بزرگ باشه. این البته دیگه سهم، یعنی این اگر تو کنکور بیاد شاید خیلی ها نزنن به دلیل طولانی بودنش، اما دیگه میخوام بگم که سوال سختی بود دیگه. بعدی هم حل کنیم یا نکنیم؟ استراحت کنیم یا حل کنیم بعدی رو بعد بریم؟ سخت که نبوده تا اینجا. بریم. سوال رو نگاه کنید. میگه در شکل مقابل او مرکز اف و اف فریم کانون ها. میگه اگر نسبت طول اخطار و بزرگ و کوچک آن رادیکال 5، یعنی چی بچه ها؟ 2A به 2B رادیکال 5، یعنی A میشه رادیکال 5 تا B.
میگه فاصله دو کانون هم چنده بچه ها؟ 12. پس سی تون میشه چند؟ 6. خب من و شما میدونیم آ2 مساوی با B2 به علاوه چیه؟ C2. به جای آ میذارم رادیکال 5 به میشه 5B2 مساوی میشه با B2 به علاوه 36. میاد این ور 4B2 36 B2 میشه 9. پس B میشه چند؟ 3. B که بشه 3 آتم میشه چی؟ 3 رادیکال 5. پس الان آ رو داری، B رو داری و C هم که داری، همه چیز بیزی رو داری. حالا از شما نسبت این دوتا مساحت رو از شما چی بچه ها میخواد؟ خوب گوش کنید. نسبت این دوتا مساحت رو از شما میخواد. اول اصلا کاری به این سوال ندارم، بریم توی این مثلثه که من رنگشو دارم تغییر میدم براتون. بریم توی این مثلث. میشه به من بگید قاعده شما چیه؟ AF چنده؟ نه، بر حسب A و B و C به من بگید. حتما اینجا آی منهای سیه. آی منهای چیه؟ سیه. ارتفاع این مثلثه چیه؟ ارتفاعش اینه دیگه ها، همون بیه. پس این مثلثه مساحت رو میخواد. مساحت این سبزه میشه 1/2 آی منهای سی در بی. قبول دارید بچه ها اینو؟ این است. حالا با اجازهتون بریم این زرده هم با هم بررسی کنیم، ببینیم چیزی دستگیرمون میشه. گوش کن. حواستو به من باشه. این چنده؟ 2C. درست شد. این چنده؟ 2C. این
36. پس این 36ه. بالا هم باید یه 3 رادیکال 5 رو ببرم بالا. 3 رادیکال 5 در 3 رادیکال 5 میشه 45 منهای 18 رادیکال 5. انگار به یه 9 میتونی ساده کنی، میشه 5 منهای 2 رادیکال 5. اینم به 9 میشه 4. یه همچین چیزی باید تو گزینه ها باشه. حله. بعدن جلوتر شما این رو حفظ خواهی کرد. حتما دیگه نیاز به این محاسبه نیست. میدونی این برابر B2 آوم میشه. همیشه برقراره. من اینجا بگم بعدن تکرار میشه. نگاه کنین. یه لحظه گوش کنین. بذارین من اینجا بگم بهتون. خیالتون راحت شه که این سوال حجیمی ندونید. این اگر بیزی باشه، درست شد، اینجا مثلا F، اینجا هم چی؟ F فریم. خب به این وتری که توی کانون بر قطر بزرگ عموده، به این میگن وتر کانونی. وتر کانونی. این تیکه بالاش به 2 اومه، این تیکه پایینش هم به 2 اومه. پس میگیم طول وتر کانونی، ممکنه نکته ببینید این اگر m باشه این n باشه، mn هستش 2 به 2 اوم. اثباتش هم دقیقا اون چیزی بود که من تو سوال انجام دادم. از تعریف بیزی دیگه mf به علاوه mf فریم میشه 2 دیگه. درست شد؟ میخوام بگم این دیگه بعداً براتون مشکلی ایجاد نمیکنه. اینو میشناسین، وتر کانونیه. درست شد؟ این هست که ما اینجا در واقع الان اثباتش رو اینجا براتون نوشتیم. بریم رسم بیزی. این هم دیگه تکراریه، بگم چون من اول اینو گفتم. میگه شما یه تیکه نخو بگیرید، دو سرش رو بذارید رو کانونا، با یه مداد این نخو در حالت کشیده نگه دارید، دور تا دور این بچرخونید، بیزی تشکیل میشه. خب خدمتتون عرض کنم فاصله دوتا میخ برابر چیه؟ فاصله دوتا میخ برابر فاصله کانونیه، 2 سی. طول نخ چیه؟ 2 است. ممکنه از این استفاده کنن. خب میگه برای رسم بیزی با فاصله دو کانون 6 و طول قطر کوچیک 8 به کمک نخی با کدام طول نیاز است؟ با طول 2A. پس به ما داره میگه آقا 2A رو پیدا کن. فاصله دو کانون C3، طول قطر کوچیک B4، مگه نیست A2 مساوی با B2 به علاوه C2؟ پس A2 میشه چند بچه؟ 16 به علاوه 9 میشه 25. پس A میشه 5. پس 2A میشه چند؟ 10. حالا اگر سوالی دارید بپرسید. از بیزی نترسید. خیلی 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 آسونه. حله؟ درسمون تا اینجا. یه استراحت کنید، برگردیم انشالله ادامه درس رو با هم دیگه باشیم. دوستا یه سوال از قبل بپرسم، دوبه لزوما برابر با من تمام شد؟ دوبه لزوما تو اونجا با اون تعاریفی که کرده بود گفته بود وتر مشترک طول قطر یکی از قطراست و اف و اف فریم همون مرکزان، ما فهمیدیم طول وتر مشترک حتما همون قطر کوچیک ماست. سهمی آسون تره. به من که نمیدونم سایت چیه، پنل چیه، جزوه چیه، اینا رو باید از پشتیبانی بپرسید. خب نظر شما تمرین بیشتر برای بیزی هست یا دایره یعنی چی؟ تمرین بیشتر یعنی چی؟ اون بیشتر تست میاد، شانس دایره بیشتره. یه استراحت کنیم برگردیم انشالله در خدمتتون هستم.